با تشبث اتفاق کسبه کارمندان معارف و علمی ولایت سوخت بخشیده به روز آموزگاران و روز اتفاقهای کسبه در شهر خوجند، اسپارتاکیاده ورزشی از روی 5 نمود ورزش آغاز گردید. رهبریت اتفاق کسبه کارمندان معارف و علمی ولایت سوخت، نمایندگان شورای اتفاق کسبه ولایت و ریاست معارف ولایت سوخت در مراسم افتتاح این چهاربینی ورزشی از توجه و دستگیری‌های حکومت کشور نسبت رشد و عمومیت ورزش یادآور شده، ابراز نمودند که برگزاری چنین چهاربینی‌های ورزشی برای جلب آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی به ورزش زمینه مساعد فراهم می‌آورد. قید کرده شد که اگر آموزگاران بیشتر به ورزش مشغول باشند، آنها در روند تعلیم می‌توانند خوانندگان و دانشجویان را به ورزش جلب نمایند. همه ساله در اصل نقشه چهاربینی کمیته اتفاق کسبی کارمندان معارفی ولایت سوخت عنعنه شده است که در روزهای جشن مسابقه‌های ورزشی گذارند. بنا امروز ما موافق نقشه بخشیده به روز ایدی آموزگار و روز اتفاق کسبه از روی نمودهای شاهمات، ششکه، تنیس روی میز، والیبال، بسکتبال بین آموزگاران شده گذشته ساده است و این به عنعنه درآمده است. این چهاربینی ورزشی از روی نمودهای والیبال، بسکتبال، ششکه شاهمات و تنیس روی میز جریان گرفته در آن آموزگاران مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی و عالی از تمام شهر و ناحیه‌های ولایت اشتراک می‌نمایند. مونیسا رحمتова استاد دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان که به ورزش میل و رغبت زیاد دارد، همه ساله در چنین اسپارتاکیاده‌های ورزشی اشتراک نموده ملکه‌های مهارت خود را نشان می‌دهد. به گفت او برگزاری چنین چهاربینی‌های ورزشی امکانیت فراهم می‌آورد که آموزگاران بیشتر به طرز حیات سالم جلب گشته من بعد شاگردان خود را برای مشغول شدن به ورزش ترغیب نمایند. خرسند هستم که امروز در چنین مسابقه اسپارتاکیاده‌ای که از طرف اتفاق کسبه ولایتی تشکیل کرده شده است اشتراک دارم. ما می‌خواهیم که در آینده بین آموزگاران چهاربینی‌های ورزشی بسیارتر تشکیل کرده شود و ما نمونه عبرت برای جوانان آینده می‌گردیم. چقدر که ما آموزگاران بسیارتر به ورزش مشغول گردیم، همانقدر خوانندگان و دانشجویان نیز پیروی ما را به نظر می‌گیرند و به طرز حیات سالم جلب می‌گردند. اسپارتاکیاده ورزشی از روی نمودهای والیبال، بسکتبال، تنیس روی میز و ششکه و شاهمات بین آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت تا سنه 25 سپتامبر ادامه می‌یابد. غالبان و جایزه‌داران این چهاربینی ورزشی با تحفه‌های خاطروی قدردانی کرده می‌شوند. یادآور می‌شویم که همه ساله با تشبث اتفاق کسبه کارمندان معارف و علمی ولایت سوخت بخشیده به روز آموزگاران و روز اتفاق کسبه اسپارتاکیاده ورزشی برگزار کرده می‌شود که در آن آموزگاران از تمام منطقه‌های کشور اشتراک و مهارت سنجی می‌کنند.